سلام به دوستان جانم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من اکرم ملا محمدی هستم، کوچ و مربی توسعه فردی. در این چند فایل میخوام در مورد عزت نفس و احساس ارزشمندی صحبت کنم. خیلیاتون با کلمه عزت نفس آشنا هستید. خیلیاتون دغدغه عزت نفس رو دارید. اصلا این عزت نفس چی هست که اینقدر در موردش صحبت میشه و به این پرداخته میشه که اصلا اساس و پایه شخصیت یک انسان رو، اساس و پایه سلامت روان یک انسان رو عزت نفس اون تشکیل میده. من در این چند فایل میخوام در مورد اهمیت عزت نفس، چیستی عزت نفس و راهکارهایی برای افزایش عزت نفس با شما عزیزان صحبت کنم. جمله‌مو با این عبارت شروع میکنم: پذیرش قدرت است. پذیرش قدرت است. یعنی چی؟ پذیرش یعنی چی؟ ببین دوستان، ما انسان ها از این جهان جدا نیستیم. ما متصلیم به تمام این جهان. در این جهان دو قطبی ما شب داریم، روز داریم، سیاهی داریم، سپیدی داریم، بی‌نظمی داریم، نظم داریم، قشنگی داریم، زشتی داریم، تولد داریم، مرگم داریم. در درون ما انسان ها هم صفات مختلفی وجود داره که این صفات ما انسان ها رو تشکیل میده: استرس، آرامش، عشق، نفرت، پلیدی، پاکی، نامهربانی، مهربانی، غرور، خودکمبینی. اگر من به این پذیرش برسم که تمام اینها در درون من هست و باید عزیز و ارزشمند بدونمشون، من به عزت نفس دست پیدا کردم. حالا بیام مفهوم عزت نفس رو براتون توضیح بدم. عزت نفس یعنی احساس خود ارزشمندی، احساس لیاقت و خود دوستی. من خودم رو دوست داشته باشم، من خودم رو ارزشمند بدونم و من احساس لیاقت کنم. عزت نفس یعنی این که من به خودی خود کافی هستم، کاملم. همه چیز، همه ابعاد در درون من قرار داده شده. عزت نفس یعنی این که من چقدر نسبت به خودم احساس خوب و کافی بودن دارم. حالا با این تعریف به خودت بیا و فکر کن چقدر احساس کافی بودن داری، چقدر احساس لیاقت و عشق و احترام داری، چقدر احساس لیاقت میکنی برای اینکه برکت و نعمت به زندگی جاری بشه، چقدر احساس لیاقت میکنی که همسر با وفا، دوست داشتنی، مهربان و ارزشمند به سراغ تو بیاد، چقدر احساس کافی بودن و خوب بودن میکنی، چقدر حس خوب نسبت به خودت داری، چقدر احساس ارزشمند بودن میکنی. اصلا ارزشش رو داری که به سمت اهدافت گام برداری؟ اصلا ارزشش رو داری که از این بحران، از این موقعیت خیلی بد و ناگوار و موقعیت دوست نداشتنی بلند شی و حرکت کنی؟ اصلا ارزشش رو داری؟ اصلا ارزشش رو داری دیگران بهت احترام بذارن، دوستت داشته باشن، لایقت بدونن؟ ارزشش رو داری؟ ارزشش رو داری که پول، نعمت، برکت و عشق به زندگیت بیاد؟ اگر آره، تو عزت نفس بالایی داری، تو
به یکی از مهمترین مفاهیم این دنیا دست پیدا کردی. و اگر نه باید بیشتر روی خودت کار کنی. هیچ ایرادی نداره. هیچ ایرادی نداره. ما اومدیم تو این دنیا که رشد کنیم و توسعه پیدا کنیم و به تکامل برسیم. ولی قبلش باید بدونیم که ما در درونمون کامل هستیم. یعنی چی؟ یعنی من تمام این صفات رو در درون خودم دارم. زشتی، زیبایی، دروغگویی، صداقت، عشق، نفرت، استرس، آرامش، ترس، شجاعت، ایمان. من بپذیرم که هیچ چیزی بد نیست در وجود من. هیچ احساسی بد نیست در وجود من. همه اینها قشنگن و همه اینها زیبا. بیایم از لحاظ معنوی به عزت نفس نگاه کنیم. از لحاظ معنوی یعنی این که تمام این احساسات، تمام این عواطف و تمام این خصوصیاتی که در درون ما هست و بعضیاشونو میپذیریم و بعضیاشونو میرانیم از خودمون، اینها مأموران الهی هستند. مأموران الهی یعنی چی؟ مأموران الهی یعنی این که خداوند از طریق این احساسات با ما صحبت میکنه. میگه عزیز دل من، بنده من، تو اگه همه اینها رو نپذیری و تسلیم نباشی و به همه اینها و به تمام این بخش‌های وجودت عشق ندی، من نزدیک نمیشی. و من چون تو رو دوستت دارم و عاشقت هستم، از طریق این عواطف، از طریق این احساسات به تو نزدیک میشم، به تو تلنگر میزنم و اگر بپذیریشون، اگر دوستشون داشته باشی، بهشون عشق بدی، به تو ایده میدم، به تو راه نشون میدم، تو به من متصل میشی، تو صدای منو شنیدی. شاید خیلی از حرفا متوجه نشی، شاید خیلی از این حرفا برات سخت باشه، چون سالها در این افکار سپری کردی که خب دروغ بده، مسخره کردن بده، قضاوت بده، خودکمبینی بده، نفرت بده. تو سالها با این افکار روزگارتو سپری کردی و خیلی برات سخته که الان بگی یعنی چی؟ من همه اینا رو بپذیرم که هست، اوکی، برای خودش تو وجود من ویراج بده و من اگر اینا رو بپذیرم با عزت نفس میشم. بله، اینو میخوام بهت بگم. اگر تو بپذیری، اگر در درونت تمام این خصوصیات رو بپذیری، دونه دونه پیداشون کنی که از چی بدت میاد. نفرت نباید باشه. چرا نفرت نباید باشه؟ نفرت باید باشه، باید حضور داشته باشه. نفرت از چیزهایی که به ضرر منه، نفرت از کسانی که به من آسیب میزنن. چرا بد باشه؟ نفرت به من کمک میکنه تو من بلند شم، حرکت کنم. ولی اگر فقط تو در درونت عشق بخوای و نفرت نباشه، نمیشه. این دوتا در دو سر یک طیفن و حضورشون برای کامل بودن وجود تو لازمه، باید باشه. ترس چرا نباید باشه؟ ترس خوبه. به ترست عشق بده، بگوی ترس، من تو رو میپذیرم، دوستت دارم، تو باید باشی، تو باید حضور داشته باشی تا من تجربه های مختلف در زندگیم داشته باشم، تا من از یک سری از تهدیدات، از یک سری از اتفاقات ناگوار برای من خودم رو مراقبت کنم، محافظت کنم. اگر ترس نباشه شجاعت نیست. اینا فکر کنید برادرای دوقلو هستن. شجاعت میخوای؟ ترستو بپذیر. عشق میخوای؟ نفرتتو بپذیر. کامل بودن میخوای؟ ناکاملی خودت رو بپذیر. موفقیت میخوای؟ شکستو بپذیر. وقتی که من بخش‌های مختلف وجود خودم رو میپذیرم و دوستشون دارم و بهشون عشق میدم، اینجاست که من به خود دوستی میرسم.
خود دوستی فقط به این معنی نیستش که من صبح تا شب برم جلو آینه بگم من خودم رو دوست دارم، من به خودم عشق میدم. خب حالا این موهای من شونشون کنم، برس بکشم، آب به سر و صورتم بزنم، خودم رو زیبا کنم، آرایش کنم، عمل جراحی کنم. اینا هست، ولی اینا ظواهر خود دوستیه. خود دوستی که با این معنا من دارم به شما میگم، یعنی دوست داشتن بخش‌های مختلف وجودت که سالها نادیدشون گرفتی، که سالها ازشون متنفر بودی و بدت میومده و از اونها دوری میکردی و انکارشون میکردی و انداخته بودیشون توی یک اتاق تاریک و اونا مشت میزدن به این در، مشت میزدن و وحشی‌تر حمله میکردن، چون میخواستن از اون اتاق تنگ تاریک نمور که پر از تارهای عنکبوته، که پر از نفرت تو به اونها هست، نجات پیدا کنن و بیان بیرون.